مهنت شرف است. بله، با شما هستم سعیده رجب و پارتنر کمپانی فیبرلیک. امروز معاشی 21 روزه خود را از کردم بگم سنیمت کردم. تا دانه گندم سختی آسیاب را تحمل نکند به ارد مبادل نمی گردد. روز حضرت علی از یک بازار می گذشت و یک گروه جوانان نشسته استراحت می کردند. آمد به نزدشان پرسید چرا شما استراحت می کنید؟ رزق از جانب الله است، ما دعا میکنیم که رزق ما را خداوند دهد. حضرت علی گفتند وقتی که دانه گندم را تگ خاک میکنی، بعد از الله پاک دعا میکنی که برکتش را دهد. شما را نیز به کارمند خودم به کار دعوت میکنم. در مهلت کوتاه با چنین مبلغ‌های کلان برآمدن را به شما نیز میآموزانم. هر یک لحظه های زندگی غنیمت است. پس زندگی خود را امروز بساز.